بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. در این شبهای سرد مهمان کانون گرم خانه های شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. در خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی انشاءالله خواهم بود. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر میکنیم از شما و بینندگان عزیز. طبق روال معمول برنامه را از سوالهای اسمسی که شما عزیزان فرستادین آغاز میکنیم. اولین سوال بیننده پرسیدن که 1 میلیون حساب باز کردم و ماهانه 50 تومان به حساب میریزم. بعد از 20 سال 60 تومان اضافه میشه. آیا پول حرام میشه یا نه؟ الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. گذاشتن پول در بانک یا امانت دادن به یک فرد باشه یا مؤسسه و شرکت باشد و در مقابل شما بیشتر از آن مبلغی را که به ودیعت گذاشتید یا در حسابتون گذاشتید بیشتر از آن را دریافت بکنید، این مصداق همان ربای زیادتی هست و اصل ربا هم در اسلام این هست و چنین عملی و چنین معاملی از نظر شرعی جایز نیست و حرام قطعی هست. جزاکم الله خیر. بنده پرسیدن که اگر غسل بکنیم بعد وضو بگیریم بعد لاک بزنیم، برای دفعه بعد که بخوایم وضو بگیریم حتما باید لاک را پاک بکنیم یا نه؟ لاک هایی که معمولا جرم دارند و یک ماده خارجی هستند و مانع از رسیدن آب به پوست بدن هستند، با چنین لاک های وضو درست نیست. این اگر خانومی بر ناخن های خودش چنین لاکی رو زده باشد و وضو بگیرد وضوش صحیح نیست. حتما برای وضو گرفتن ابتدا باید این لاک ها رو از بین ببرد و اگر صرفاً به عنوان یک رنگی هست که بر روی ناخن می نشیند و جرمی ندارد و مانع رسیدن آب به ناخن نمی شود، در این صورت اشکالی نیست. مانند این که به طور مثال حنا باشد یا مواردی دیگر از این قبیل که مانع رسیدن آب به پوست بدن یا به ناخن نباشد، در این صورت وضو درست است. اما اگر مانع هست و جرم دارد، در این صورت وضو و غسلی که همراه با این لاک ها گرفته شده، این وضو و غسل از نظر شرعی صحیح نیست و جنابت و عدم طهارت برطرف نخواهد شد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده از تاجیکستان پرسیدن که در منطقه رودکی در روستای مغمورود درخت قدیمی است که مردم برای تبرک در روزهای چهارشنبه به زیارتش میروند و حاجت میخواهند و اعتقاد دارند که این درخت یکی از دوستان خدا است. حکم این کار چیست؟ یکی از اساسی ترین مواردی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مشرکان مکه انجام میدادند طلب حاجت از غیر الله متعال، از بت‌ها و همچنین از سنگ و کوه و من جمله درخت‌ها بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم با این پدیده‌های شرک آمیز و کفر آمیز مبارزه کردند و نهایتاً عقیده مسلمانان را تصحیح فرمودند. عقیده ای که مبنی بر این هست که صرفاً الله متعال هست که مالک نفع و ضرر هست، صرفاً الله متعال هست که شفا میدهد، شفایی در دست انسانهای دیگر نیست. ولو اینکه این انسانها پیامبر باشند، اولیاء الله باشند یا حتی فرشتگان الله متعال فراتر از این باشند،
باز هم مالک هیچ گونه نفع و ضرر و زیانی و مالک هیچ گونه شفایی برای انسانها نیستند. و الله متعال به ما دستور داده در قرآن کریم در جاهای متعددی که صرفاً الله متعال رو در دعای خودمون صدا بزنیم و از الله متعال طلب حاجت بکنیم و بهترین توسل به اسماء الله متعال هست و صفات از الله متعال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. با نامه های الله متعال تبرک بجوییم و توسل بجوییم که الله متعال حاجت های ما را برآورده بکنند و بعد از آن توسل بجوییم به اعمال خیری که خودمان داریم. اگر ما توسل بجوییم به ایمان خودمان به نامه ها و صفات الله متعال و به اعمال خیری که ما انجام دادیم، قطعا الله متعال چنین دعایی رو قبول خواهد کرد و به اجابت نزدیکتر هست. اما گذشته از این که یعنی انسان از موجود زنده‌ای بخواهد برود پیش یک سنگی، پیش درختی، پیش مواردی دیگر که اصلا روحی در وجود آنها نیست، از آنها طلب حاجت بکند، این دیگه نهایت شرک و نهایت ضلالت و گمراهی هست. همان گونه که در زمان جاهلیت بود. در روایتی هست در سنن ابو داود و امام احمد رحمت الله علیه هم روایت کرده که بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم در فتح مکه خارج شدن و میخواستن برن به طرف حنین، برخی از همراهان تازه مسلمان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند یک درختی رو دیدن که خیلی درخت زیبا و تنومندی بود و برخی از همراهان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که یا رسول الله اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. یا رسول الله برای ما هم یک درختی قرار بده، تعیین بکن که ما از اون طلب تبرک بکنیم، طلب حاجت بکنیم، همان گونه که مشرکان همین مورد را داشتند. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراحت شدند و فرمودند این مانند همون طلب و خواسته ای هست که بنی اسرائیل از موسی علیه السلام خواستند که برای ما یک معبودی قرار بده، همان گونه که مشرکان معبودانی دارند و بت‌هایی را دارند. پس بنابراین این از مصادیق شرک هست و کفر هست و انسان مسلمان به هیچ عنوان نباید بیم و امید خودش را متوجه یک سنگ و کلوخ یا درختی بکند. این درخت هیچ گونه برکتی رو ندارد و ثابت هم نیست که یعنی برکتی رو داشته باشد و تبرک اگر ما بخوایم حاصل بکنیم صرفاً باید از آن مواردی باشد که در شریعت اسلامی به عنوان تبرک معرفی شدند، وگرنه یک درختی هیچ گونه تبرکی رو ندارد و هیچ گونه حیاتی رو ندارد که صدای ما رو بشنود و هیچ گونه توانایی رو به نفع و ضرر ندارد و این رو یعنی یک امر کاملا بدیهی هست که تمام انسان ها اگر عاقلانه فکر بکنند میدانند که از درخت و سنگ و کوه هیچ چیزی در واقع بر نمیاد و این از مصادیق شرک هست، باید از این کاملا پرهیز بکنند. درست، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که چرا ابلیس یک بار از خدا خواست که بندگانش را گمراه کند و الله پذیرفت، ولی ما بندگان شب و روز گریه و التماس میکنیم اما از قبولی خبری نیست؟ خود این که الله متعال دعای ابلیس رو قبول کرده نشانگر این هست که الله متعال مجیب الدعوات هست، پروردگاری که حتی دعای شیطان را و ابلیس را قبول کرده. پس به چه گونه و با چه توجیهی انسان باید از دعای از اجابت الله متعال ناامید باشد؟ و اما این که الله متعال شیطان را فرصت داده تا یک مدت مشخصی، این بر اساس حکمت الله متعال هست و فلسفه زندگی این گونه بوده که الله متعال این رو مقدر کرده که یک نیروی مخالفی باشد که انسان را وسوسه بکند برای انجام کارهای شر و انسانی که در مقابل خواسته های نفسانی و خواسته های شیطانی مقاومت می کند، در این صورت هست که این انسان جایگاه واقعیش مشخص می شود و ارزش دارد و اگر نه هیچ انسانی انگیزه گناهی در وجودش نبود، وسوسه به گناه نمیشد، نفس و شیطانی در کار نبود، این اعمال خیر ما و طاعت و بندگی ما و استقامت ما هیچ گونه ارزشی رو نداشت. مثالی عرض کنم خدمت شما مانند این هست که به طور مثال الله متعال از نگاه کردن به نامحرم انسان رو منع کرده
و یک عبادت هست که انسان اگر نگاه خودش را کنترل بکند، به نامحرم نگاه نکند، یک نوع عبادت شمرده می شود. و در روایت اومده که هر کسی که به خاطر الله متعال نگاه خودش را کنترل بکند، الله متعال یک حلاوتی رو در قلب اون و این لذت و حلاوت ایمان رو در قلب اون پدید می آورد. الله متعال در قرآن کریم و در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هم آمده که نگاه به نامحرم در واقع یک نوع گناه هست و انسان باید پرهیز بکند. الان تصور بفرمایید که یک انسانی اساساً توانایی دیدن را ندارد، اصلا ابزار دیدن را ندارد. مانند یک فرد نابینایی اگر بیاید افتخار بکند که من تا حالا به هیچ نامحرمی نگاه نکردم، آیا این ارزشی را دارد؟ هیچ گونه ارزشی ندارد. اگر یک انسانی که از کار افتاده هست، فلج هست، بیاد ادعا بکند و افتخار بکند که من تا حالا در عمر خودم وسوسه حتی نشدم برای انجام فرض کنیم زنا یا موارد دیگر، خب این ارزشی ندارد. وقتی که یک انسانی اساساً بالقوه یعنی توانایی انجام یک گناه را ندارد، اگر این گناه را انجام نداد، این شاهکار نیست. شاهکارش و افتخارش در این هست که انسان توانایی گناه را داشته باشد، اما باز هم به خاطر ترس الله متعال از انجام گناه پرهیز بکند. و خود این پرهیز از گناه با وجود توانایی انجام آن گناه یک عمل خیر در واقع شمرده می شود که ما می توانیم به این عمل در واقع توسل بجوییم. مانند روایت 3 نفری که در غار گرفتار شده بودند، یکی از اونها دعا کرد که پروردگارا من در آستانه عمل زشتی قرار گرفتم، میخواستم با دختر عموی خودم این عمل زشت رو انجام بدهم، اما به خاطر ترس از تو و خوف الهی من این کار رو انجام ندادم. الله متعال به خاطر این توسل درست و این عملی که و کاری که انجام نداده بود، یعنی پرهیز از گناه، در واقع الله متعال دعای اون رو اجابت کرد. پس بنابراین وجود شیطان و وجود انگیزه های شیطانی و وسواس درونی، اینها نشانه و راز برتری انسان ها بر فرشتگان الله متعال هستند. فرشته ها هم مقرب دربار الله متعال هستند، هیچ گناهی از اونها سر نمیزند. اما انسانی که با وجود وسوسه های شیطانی از گناه باز می آید و راه رستگاری و اتباع و اصلاح رو در پیش می گیرد، ارزش و مقامش نزد الله متعال حتی از فرشتگان هم بالاتر است، زیرا که اساساً فرشتگان داعیه و انگیزه برای گناه ندارند. پس بنابراین این یک فلسفه و حکمتی هست که الله متعال این گونه مقدر کرده بود. اما این که الله متعال چرا دعای ما را قبول نمی کند، چه بسا انسانی دعا کرده باشد و فکر می کند که دعایش قبول نشده باشد، این گونه نیست. اساساً دعا یک نوع عبادت هست. دعا یک نوع عبادت هست. به محض این و به مجرد این که شما خالصانه دعا میکنید، از الله متعال طلب حاجت میکنید و الله را صدا میزنید، یعنی این که شما یک عبادتی رو انجام دادید و جز بندگان خاص و نیکوکار و عابد الله متعال قرار میگیرید. چه بسا اگر فلان مشکل برای شما پیش نمی اومد، شما در بارگاه الله متعال تضرع نمی کردید، دعا نمی کردید. الله متعال شما رو مبتلا کرده به فلان مشکل تا اینکه دعا بکنید و به سبب این دعا الله متعال مقام شما را در روز قیامت در واقع بالا ببرد. و نکته سوم این است که خود مفهوم استجابت دعا یک مفهوم گسترده‌ای هست. معمولا مردم فکر میکنن آن چیزی را که من از الله متعال خواستم اگر دقیقاً همان حاجت مرا برآورده کرد، یعنی دعایم اجابت شده، وگرنه دعایم اجابت نشده. در صورتی که این یکی از انواع اجابت دعا هست. یکی از انواع اجابت دعا که معمولا ما به عنوان اجابت دعا اون رو میشناسیم این است که من از الله متعال بخواهم که مرا از فلان بیماری مثلا شفا بدهد، روز بعدش هم میبینیم که الله متعال مرا مثلا شفا داده. خب این اجابت دعا هست. اما یک اجابت دعا این هست که الله متعال به خاطر این دعایی که من انجام دادم و این خواسته رو که من از الله متعال میخواهم، شاید خواسته من یک امر در واقع برای جلب منفعتی باشه، الله متعال به خاطر این دعای من یک ضرر و زیانی رو از من دور میکند، یک ضرر و زیان دیگری رو، مصیبت دیگری رو به خاطر این دعای من در واقع دور میکند. چه بسا اگر توفیق این دعا برای من حاصل نمیشد، فلان ضرر و مصیبت به من در واقع میرسید.
و مورد دوم اجابت همون بود قبلا عرض کردم، یعنی دقیقاً همان چیزی رو که من از الله متعال خواستم همان چیز برای من میسر بشود. و گونه سومش این است که ثواب این عبادت و این طلب دعا نزد الله متعال محفوظ هست و به گونه‌ای هست که در روز قیامت وقتی که انسان می‌بیند که این دعایی که از من قبول نشده و دعایی که من انجام دادم چه اندازه ثواب دارد، حتی انسان آرزو می‌کند کاش در دنیا هیچ گونه دعایی برای من اجابت نمی‌شد و در عوضش این خیر بزرگ و این فضیلت بزرگ رو من در قیامت دریافت می‌کردم. پس بنابراین ما همیشه در دعاهایمون این گونه دعا بکنیم: پروردگارا آنچه برای من خیر هست آن را میسر بکن، پروردگارا فلان حاجت مرا برآورده بکن و خیر را هر کجا هست برای من مقدر بکن. و قطعا اگر این خواسته شما در دنیا بالفرض هم که برآورده نشود، مطمئن باشید که الله متعال یک ضرر و زیانی رو و مصیبتی رو از شما دفع کرده و حتما و 100% انشاءالله اگر دعایتان خالصانه باشد در روز قیامت شما انشاءالله که ثواب این دعا رو خواهید دید. و نقطه دیگری که در دعا باید مد نظر قرار بگیرد این است که ما در واقع این دعای ما در چه اندازه‌ای هست. هر دعایی قابل پذیرش نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که الله متعال دعا را از قلبی که غافل هست و حضور قلب ندارد از الله متعال چون دعایی رو قبول نمی کند. یا دعایی رو که به ضرر کسی دیگری باشد، برای قطع رحم باشد و علیه دیگران نفرین باشد، الله متعال چون این دعایی رو قبول نمی کند. ما باید از مال حلال استفاده بکنیم، آداب دعا رو مراعات بکنیم، اوقات دعا رو مراعات بکنیم، بهترین ادعیه و اذکار را انتخاب بکنیم و از موانع دعا باید خودمان را دور بکنیم تا اینکه دعایمان اجابت بشود. و مفهوم اجابت دعا هم عرض کردم که یک مفهوم بسیار گسترده‌ای است. جزاکم الله خیر با توضیح مفصلی که فرمودین. در اینجا از اتاق فرمان نیز خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و مثل همیشه هم تکرار میکنم بینندگان عزیز لطف کنید سوالاتون را آماده داشته باشین، سوالاتون رو مختصر داشته باشین و وقتی هم که تماس گرفتین از طریق گوشی تلفن حرفاتون رو ادامه بدین، چون که صدا از تلویزیون دیرتر به گوش شما میرسه و باعث میشه که اختلال در صحبت ها به وجود بیاد. جناب مولانا بیننده بعدی پرسیدن، گفتن که اهل کشور افغانستان هستن و در ایران زندگی میکنن. سوالشون این است که کسی که در ایران بیشتر از یک ماه یعنی یک سال یا 1-2 سال زندگی میکند نمازهای پنجگانه را به چه صورت بخواند، کامل یا قصر؟ کسانی که در مهاجرت هستند و نیت اقامت رو دارند بیشتر از 2 هفته، یعنی خودشون میدونند که برای تحصیل رفتند یا اینکه برای انجام کاری رفتند، برای کارگری یا هر مورد دیگری رفتند و فعلا در فلان شهر و فلان کشور مقیم هستند، یعنی تصمیم ندارند که در این 1 هفته یا 2 هفته بازگردند به کشور خودشون و شهر خودشون. از نظر شرعی اینها مقیم شمرده میشوند و حتما باید نماز خودشون را کامل بخوانند. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بالاترین حدی که انسان در یک جای اگر سکونت بکند بعد از آن مقیم شمرده بشود 2 هفته هست. یعنی شما اگر نیتون این است که من 2 هفته بیشتر در ایران میمانم یا در فلان شهر میمانم، بنابر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شما مقیم هستید و اجازه ندارید که نمازها را قصر بخوانید، حتما باید نماز را کامل بخوانید. جزاکم الله خیر. یعنی برای پرسیدن که من سر کار وقتی که نماز میخوانم، سر کارم نماز میخوانم اما صبح در خانه وضو میگیرم و در کار وقتم کم است و زیاد امکانات ندارم که در وقت وضو پاهایم را بشویم، تنها مس میکنم، آیا وضو و نمازم درست است یا خیر؟ اگر وضویشون در صبح که وضو گرفتن همین وضو رو دارند، یعنی با وضو هستند تا وقت نماز ظهر، اشکال نداره، میتوانند با همان وضو در واقع نماز بخوانند. اما اگر وضویشان شکسته، برای وضوی دوم و برای حصول طهارت وقتی میخوان در اداره و محل کارشون وضو بگیرن، حتما باید پاها شسته بشوند و شستن پاها در هنگام وضو یکی از ارکان و فرایض وضو هست و بدون شستن پاها وضو کامل نیست. یعنی این که حدث و ناپاکی برطرف نمیشود، مانند این است که شما اصلا وضو نگرفته باشید، مگر در یک صورتی جایز هست که شما جوراب پوشیده باشید یا موزه،
یعنی جوراب‌های چرمی پوشیده باشید که بر آنها مسح بکنید. در این صورت جایز است و شما می توانید که به جای شستن پاها بر جوراب‌ها یا بر موزه ها مسح بکنید و پاهایتان را نشورید. در این صورت وضوی شما درست است. اما اگر هیچ چیزی نپوشیدید، نه جورابی و نه موزه، هیچ چیزی را نپوشیدید، حتما باید پاها را در هنگام وضو بشورید و در غیر این صورت وضوی شما صحیح نیست. جزاکم الله خیر. تماس های بینندگان آماده است. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. برنامه پرسش پاسخ. برنامه پرسش پاسخ و منتظر سوال شرعی شما هستیم. از طریق گوشی تلفن صحبتتون ادامه میدید برادر گرامی. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستم. من از تاجیکستان یک دو سوال داشتم. سوال اولتون؟ سوال اولم همینه که مردی که قسم بخوره به زنش 3 طلاق، آیا همونجا رو زنش طلاق میخوره یا نه؟ دوم سوالم همین که میگن که 3 طلاق بگو در طریقه نمیغلطه طلاق. یعنی سوال اولتون این است که قسم بخورد که 3 طلاق بدهد، یعنی طلاق ندهد، فقط قسم بخورد؟ ها، قسم بخورد که به خونه اپم روم 3 طلاق. درست. آیا رود همونجا رفت زنش طلاق میغلطه یا نه؟ دوم سوالم که میگن که طلاق نمیغلطه. در این حالت یعنی؟ سومم که نه، یعنی در این حالت نمیفته دیگه نه؟ طلاق. ها. درست. سوال بعدیتون؟ سومم که همین مرد میگه که اگر شوهره که با گفت من گوش نکنه، من ریزا نباشم، جنت رو نمیبینه. درست. در امان خدا. سلامت باش. تماس بعدی برنده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستم. از برلین جرمنی صحبت میکنم. در خدمت شما هستم. سوال فقهی داشتم، میخواستم از جناب بفرمایید. صدای شما وصله و سوال شرعیتون لطفاً بفرمایید. عزیز گرامی، ما یک کمکوار فاصله ما در منطقه که بوده باش میکنیم یا زندگی میکنیم، از مسجد ما در حدود 15 کیلومتر فاصله داره و نمازهای هر 5 وقت خود نمیتونیم در خانه با خانم و اولادای خود جماعت میکنم. منتها دینمی بسیار فکرم نارام است که من نمیفهم که چی رقم کنم و نمازهای 5 خانه برسم و بر برلین به خودت معلوم است که چقدر ازدحام است و هیچ آدم نمیتونه زمان که من سرک میرم 1 ساعت هم در یک وقت تا مسجد رسیدن نمیتونم. میخواستم کمی پرسان کنم که آیا این مسئله جماعت چطور میشه این نمازهای مستقلانه را که میخوام به چی ترتیب است؟ درست. طلب دعای خیر دارم از شما. خداوند همیشه شما را سربلند کامیاب داشته باشه. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی برنده. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. شب شما بخیر استاد گرامی. سلامت باشین، در خدمت شما هستم. یه سوال داشتم خدمتتون. بفرمایید سوالتون. ما چند شب پیش یه سگی شب وارد خونمون شد، چند تا از مرغای ما رو خفه کرد. بعد صبح ما سگ رو کشت، یعنی گناه هست برامون. درست. ادامه میدین. دست شما درد نکنم. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. ثواب تلاوت قرآن رو به معید جایز است بخشیدن؟ در مسجدهای ما جماعت میخونن و میبخشن.
اگر ما ترک کنیم مورد سلفی یا وهابی میگن. درست. سوال بعدیتون، سوال دیگه هم دارین؟ سوال بعدی معلوم ما بعد میت گذراندن 3 یا 7 بعد از میت گذراندن سیار یا 7 سیار یا 7 میگیرن. اما مرکی اگر همین اشتراک کنن باید تو اشتراک کنن باز برای وهابی و سلفی میگن عمل کنن. رحمت. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصله، سوال شهرتون لطفا. سلام علیکم، خسته نباشین. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. خدمت شما استاد بهاد عزیز سلام و عرض ادب دارم. خسته نباشین. سلامت باشین. قربان خدمت شما عرض کنم که من یه جوونی هستم که متاسفانه با یه خانم متأهلی زنا کردم. بعد این بنده خدا بعد یه مدتی طلاق گرفتم. حالا من می‌خواستم ببینم میتونم با این خانم ازدواج کنم یا نه. من اینو تو سوره نساء نگاه کردم آیه 23. در اونجا هیچ مورد خاصی ننوشته بود. اینو که استاد برای من توضیح بدن خیلی ممنون میشم. دست شما درد نکنه. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. ختم قرآن بر نفر بخشیده میشه با مردگان یا با برادرم با پول خریده؟ درست. تشکر. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. از استاد محترم دو تا سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون. سوال اول این که ما در حال مسافرت هستم، در مسیر را ماشینی که سوار هستیم استاد نمیکنه برای از اینکه ما وضو کنم و نمازم با وضو بخوانم. تمام در همچین حالت برام جایز است یا نه؟ یک. دومی که ما در حالتی که در ماشین سوار هستم نمیتونم طرف قبله چیز کنم، نیت کنم. آیا در همین حالت نیت کنم و نمازم بخوانم درست هست برام یا نه؟ تشکر میکنم از شما و از استاد محترمم. اگر توضیح بدید ممنون میشه ان شاء الله. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. سلام خود شما و استاد محترم آقای دقت میکنم. در خدمت شما هستیم. بعدم سوال ما اینه که راجع به سوره هایی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در شب میخواند یا سنت از مثلا سوره واقعه یا سوره رحمان یا صوب میخوندن سنت باشه برای راجع به این بودن معنی به واسطه ملک میکنم که میخوانن و دیگر سوره ها را درست. و دیگر سوال این که یک حدیث ابن جد یا در ترمیزی ما بخاطر که ما در فرانسه حضرت محمد صلی الله علیه و گفته بود کسایی که در مملکت های اسلامی فوت نمیشه و از او براعت خواست. راجع به می استاد محترم بسیار زیاد تشکر. یعنی در اون که در حالت جنگ دیگه درسته؟ یعنی انی بریو من کل در جنگ نگفتن یک حدیث است که براعت خواست از کسایی که در کشورهای غیر اسلامی فوت میکنن. اون فکر کنم فوت میکنن یا زندگی میکنن یا فوت میکنن. مجموعی یک حدیث از ابن ماجه یا در ترمذی راجع به صحتش و توضیح بتمیره. انشالله. تشکر میکنم شما.
تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. برنامه پرسش و پاسخ. برنامه پرسش پاسخ و سوال شرعیتون لطفا. من این سوالی داشتم. بفرمایید. ببخشید 5 تا سوال داشتم. ماشاءالله 5 یک سوال شد 5 تا. بفرمایید سوال اولتون. بله. من تو ایران ازدواج کردم. خودم سید هستم. از دوام زن گرفتم. خیریه خود 10 میلیون 8 میلیونش دادم، 2 میلیونش که موند قبول نکردن. بعدش مجبور شدم گفتم اگه من این 2 میلیون ندادم این دخترتون برای من حروم باشه. حالا این 2 میلیون یعنی حتما باید بدم یا برای دخترش بدم چطور؟ این یک سوال. سوال دوم این که ما تو تهران زندگی میکنیم، مسجد سنیا یکی هستن، اونم مرکز تقریبا 40 کیلومتر فاصله داریم، نمیتونیم بریم. آیا تو خونه بخونیم چطور؟ و دیگه اینکه تو خونه مثلا نماز جماعت با 2 نفر نماز جماعت مثلا با زن و شوهر. خب سوال بعدمون در ذهن انسان مثلا در مورد ناموس، در مورد خدا مثلا حرفای کفرآمیز مثلا خطور کنه آیا گناه داره یا نه؟ و دیگر این که گفتم خودم سید هستم، زنم عوام هست، یعنی اولاد من هم سید میشه چطوریه؟ دست ما در نکنه. سلامت باشید. تشکر میکنم شما. خواهش میکنم. سلامت باشید. خدا سلامت باشین. تماس بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. ما 2 سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. فقط لطف کنید صدای تلویزیون رو کم کنید، از طریق گوشی تلفن صحبتتون ادامه بدید چون که صدای کمی پایینه. سوال یکم این که من بعدی موز پیشین یا عصر بله طهارت میکنم، محسی میپوشم. آیا جایز است که من شب با همون محسی خوب کنم، سحر نماز داد محکشم، طهارت درسته یا که نه؟ سوال بعدیتون. سوال بعدیم در نماز نفل میخونم، در وقت سجده رفتن 3 بار سبحان ربی الاعلی میگم، بعد او میگم پروردگار کلی گناهی مرا عفو بگردانید، بعد از سجده میخیزم. آیا نماز کامل میشود یا نه؟ یعنی به فارسی میگین؟ بعد فارسی گردید. سوال بعدیتون. سوال دیگه ندارم. تشکر کلان از شما. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی رو بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. میخواستم بپرسم در مورد مرگ معلق. در مورد مرگ معلق. درست. چون که در مورد میگه کسی مرگ که معلق، کسی که گم شده یعنی مرگ معلق به چه صورت؟ کسی که گم شده اثری از اون نیست؟ نیست ها؟ در مورد کنند عمرش کمتر میشه؟ نه، به چه صورت دوباره بپرسین؟ کسی زانی کار باشه، ناکار باشه، میگه عمرش کمتر. دوباره یعنی صداتون واضح‌تر بکنید دوباره؟ یعنی توضیح مرگ معلق، چون من اینجور دیگه فهمیدم. البته اجل مسمى و غیر مسمى؟ نه، منظور اینه که میگن انسان 2 تا مرگ داره. بله 2 تا مرگ داریم. از طریق گوشی تلفن حرفتون ادامه بدید، یعنی از تلویزیون اگر پیشتون هست نگاه نکنید چون که صدا دیرتر میاد. نه این که تلویزیون چون صدا خیلی
میخواستیم بپرسیم. میگه بعد میگه کسی که زنی باشه خب میگه عمرش کم. اشاره دوباره تماس بگیرین چون صداتون برای من واضح نیست. فقط مرگ معلق، حالا عمرش کمتر یا عمرش بیشتر باشه به چه صورتی است. اشاره دوباره تماس بگیرین ان شاء الله صداتون هم واضح باشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. ببخشید من یه سوالی داشت. بفرمایید سوالتون. الو. بفرمایید، صدای شما وصله و سوال شهریتون لطفاً. ببخشید من یه سوالی داشتم، میخواستم ما خودم 3 بار تو دریافت شدم، الان لولیم بتم الان چی برای من راهنمایی بکنیم ببینیم اگه داشته باشه یا نداره. فهمیدی شیخ؟ خدا کرم است. تشکر میکنم ان شاء الله. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنید. تماس بعدی بیننده. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. استاد 7 سوال دارم. 7 ماشاءالله، بفرمایید. سوال اولتون. سوال اول این است که شخصان نماز جمعه میخونم 5 وقت نماز رو نمیخونم، ترک میکنم، آیا اینها رو مؤمن گفتم میشود؟ نه. سوال بعدیتون. سوال بعدی در نماز پس از درود و دعاها سلام بکنیم. در نماز جماعت نماز فرض مثلا در مسجد میخونه، بعد شخصیت سلام میکنم السلام علیکم و رحمت الله و البشر و الملک میگویم. آیا این بدعت است یا نه؟ و البشر و الملک و رحمت الله. در نماز دو طرف سلام میکنم السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله میگم. درست. میگه بشر و الملک. بله. سوال بعدیتون. شخص مومن در سکرات موت کلمه شهادت بر زبان نیارد، آیا داخل بهشت نشود یا نه؟ سوال بعدیتون. شخص مومن در سکرات موت کلمه شهادت بر زبان نیارد. این سوال گرفتیم. سوال بعدی. سوال چهارم. پس از سوره فاتحه زمین سوره میشه. چطور؟ پس از سوره فاتحه چند از سوره فاتحه زمین سوره میشوند؟ بله زمین سوره میشه. چند آیت خواندن لازم است؟ درست. سوال آخریتون. سوال پنجمیتون. سوال پنجم، آیا در بالای مرده قرائت قرآن درست است یا نه؟ درست. سوال بعدیتون. در قیام روز نماز خواندن درست است یا نه؟ در قیام روز؟ بله. نماز نفل. سوال هفتمی. بله بفرمایید. استاد عبدالقدوس دهقان در کدام عتبت همین را میخواستین بفهمیم که برای منظور ما ضرور است. تشکر میکنم از شما. این دیگه آخرین سوالتون بود، درسته؟ آخرین تماس بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. استاد دو سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون. هر چیزی که در بحر هست حلال هست یا نه؟ سوال بعدی. مثال ماهی تا چه قدر کلان میشه؟ مثال ماهی هست که 1 تونه 2 تونه، مثال حلال است یا نه؟ درست. یا میگو مثلا خرچنگ. سوال واضح است. تشکر زیاد. درست. یعنی یک سوال داشتین دیگه. خب تشکر میکنم شما.
بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشین. أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر ما لعمران خلقتا وما تركت لك الأيام عذرا لقد وعظتك لكن ما اتعظتا تنادي للرحيل بكل حين وتعلن إنما المقصود أنت وتسمعك النداء وأنت لاه عن الداعي كأنك ما سمعت وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد قد غفلت معائب هذه الدنيا كثير وأنت على محبتها طبعت يضيع العمر في لعب ولهو ولو أعطيت عقلا ما لعبت فما بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعت ولست بآمل ردا لدنيا فتعمل صالحا فيما تركت أيا نفسي خوضا في المعاصي وبعد 40 وغب 6 وأرجو أن يطول العمر حتى أرى زاد الرحيل وقد تأتى علمت فدع سبيل الجهل واحذر وصحح قد علمت وما عملت ويا من يجمع الأموال قل لي أيمنعك الردى ما قد جمعت ولا تهمل فإن الوقت يسري فإن لم تغتنمه فقد أضعت وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهت هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوك ضعف ما فيها سررت تحدث عنهم وتقول كانوا نعم كانوا كما والله كنت حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت سل الأيام عن عم وخال وما لك والسؤال وقد علمت ألست ترى ديارهم خواء
فقد أنكرت منها ما عرفت، فقد أنكرت منها ما عرفت. كلنا اليوم حمى، كلنا اليوم فداء، كلنا اليوم حمى. يا حبيبي يا محمد يا ختام الأنبياء، يا حبيبي يا محمد يا ختام الأنبياء، يا ختام الأنبياء. يا إمام المرسلين جئت بالنور المبين من إله العالمين، عم في الكون سنا. يا إمام المرسلين جئت بالنور المبين من إله العالمين، عم في الكون سنا. كلنا اليوم فداء، كلنا اليوم حمى. يا حبيبي يا محمد يا ختام الأنبياء، يا ختام الأنبياء. بعث حبيبنا محمد ليتمم مكارم الأخلاق، كان صادقا أمينا قبل أن يبعث، وبعدما بعث أوذي من قومه وطرد من مكة فلم يقدم لهم بعد أن تمكن منهم وقدر عليهم إلا العفو والمسامحة. سيد بالخلق ساد كل أرجاء البلاد، من ظلام وسهاد نحو خير وضياء. سيد بالخلق ساد كل أرجاء البلاد، من ظلام وسهاد نحو خير وضياء. كان للخير دليل، بسمة تروي العليل، يصفح الصفح الجميل في محياه الوفاء. كان للخير دليل، بسمة تروي العليل، يصفح الصفح الجميل في محياه الوفاء. كلنا اليوم فداء، كلنا اليوم حمى. يا حبيبي يا محمد يا ختام الأنبياء، يا ختام الأنبياء. محمد صلوات ربي وسلامه عليه أوذي كثيرا ليوصل إلينا دين الإسلام لينقذنا من النار، فوالله لنفديه بأموالنا وأنفسنا وكل شيء عندنا. سيرة الهادي محمد أصبحت للكون تشهد، من رماه سوف يخمد عاث بالذل مدى. سيرة الهادي محمد أصبحت للكون تشهد، من رماه سوف يخمد عاث بالذل مدى.
يا ختام الأنبياء يا حبيبي يا محمد يا ختام الأنبياء يا ختام الأنبياء. Muhammad, peace be upon him, was the best teacher who ever lived. He was able to teach students of all types, regardless of their age or level of intelligence or social background. He was the most perfect teacher while he himself was unable to read or write. Muhammad is the last and final messenger of God. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده اول که از طریق تماس تلفنی سوالشون رو پرسیدن گفتن که اگر شخصی قسم بخورد که اگر زنش برود به خانه اکه یا برادرش 3 طلاق است، آیا و اگر زن برود 3 طلاق میافتد یا نه؟ در مورد قسم هایی که در واقع قسم به طلاق هست، یعنی فرد هدفش طلاق دادن همسرش نیست، صرفا هدفش تأکید بر انجام یک کاری هست، یا این که میخواد اعلام بکند که من در این کار و در این تصمیم خودم جدی هستم و به جای این که به نام الله قسم بخورد به طلاق قسم میخورد. اساسا حکم قسم به طلاق این است که حرام هست، یعنی قسم به غیر الله حرام هست. هر وقتی که انسان لازم باشد که یک جای قسم بخورد باید قسم به نام الله متعال بخورد، بنابر روایاتی که در این زمینه آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده من کان حالفا فلیحلف بالله، اگر کسی مجبور هست که سوگند یاد بکند تا اینکه دیگران حرفش را قبول بکنند به نام الله متعال قسم بخورد و قسم به غیر نام الله متعال شرک هست و جایز نیست. انسان باید از چنین قسم‌هایی پرهیز بکند و من جمله قسم به طلاق هست. قسم به طلاق جزء قسم‌هایی هست که از نظر شرعی حرام هستند، یعنی جایز نیست که در معاملات روزمره و در گفتار روزمره مردها قسم به طلاق بخورند که یک کسی مثلا میگه که اگر فلان کار را کردم، مثلا میگه که زنش طلاق بشود یا اگر فلان کار را کردی طلاق هستی. این موارد استفاده طلاق در چنین موارد یک استفاده نامشروع هست و ناجایز هست و بسیاری از فقها و عموم فقها نظرشون در این مورد این است وقتی که طلاق داده یعنی اینکه طلاق واقع می شود، یعنی این را حکمش را حکم طلاق معلق قرار دادن. طلاق معلق یعنی این که یک مردی تصمیم گرفته که زن خودش را طلاق بدهد، منتها طلاقش را معلق کرده به یک اتفاقی، اگر فلان کار بشود، اگر روزی که فلانی از سفر برگردد، وقتی که آفتاب بدمد، مثلا تو طلاق هستی. خب این فرد میخواست زنش را طلاق بدهد و طلاقش را معلق کرده، یعنی یک وقت مشخصی رو گذاشته برای طلاقش که در فلان وقت و در هنگامی که فلان اتفاق بیفته تو طلاق هستی. این یک بحث جداگانه هست. اما بحث این که قسم به طلاق به منظور این که یک فردی رو از انجام یک کاری منع بکنند یا وادار بکنند به یک انجام کاری، به نظر بنده یک حکم جداگانه ای رو دارد. این قسم به طلاق هست. عرض کردم که قسم به طلاق هم ناجایز هست، حرام هست. اما اگر کسی این گونه قسمی خورد، این زن طلاق نمی شود.
اگر زن طلاق خورد قسم به زن طلاق خورد، به زنش رو تهدید کرد اگر فلان کار را کردی طلاق هستی، نظر من در این زمینه این است که چون این طلاقی واقع نمی شود، زیرا این قسم به طلاق هست و صرفا همان کفاره قسم بدهد، یک کفاره قسم بدهد، انشالله مشکل دیگری وجود نداره و زن به این گونه طلاق نمی شود، مگر در صورتی که گوینده این حرف منظورش طلاق دادن باشد، یعنی میخواد زنش رو طلاق بدهد و طلاقش رو معلق کرده به یک انجام یک کاری. اما اگر هدفش بازداشتن زن باشه یا مجبور کردن زن باشه که یک کاری رو انجام بدهد، در این صورت به نظر من طلاق واقع نمیشه. اگر در حالت عصبانیت طلاق بده، آیا طلاق واقع میشه؟ عصبانیتی که در حد بلند کردن صدا هست، به اتفاق علما در این زمینه طلاق واقع می شود و معمولا وقتی که زن و شوهر با هم دیگر بحث و مشاجره رو داشته باشند، طبیعی هست که عصبانی می شوند، یعنی که صداشون بالا می رود و چه بسا که در این صورت طلاق رو بدهد. اگر در حالت عادی هست، یعنی صرفا در حد این است که صدایش رو بالا برده و انسان و اون مردی که طلاق میدهد کاملا هوش و حواسش برابر هست، در این صورت قطعا طلاق واقع می شود و این اتفاق در میان مذاهب اهل سنت و الجماعت هست. اما اگر در صورتی که به اندازه از عصبانیت رسیده که در حد جنون هست، یعنی به اندازه‌ای هست که خودش به هیچ عنوان کنترل خودش رو نمی‌داند و خود کنترل ندارد بر خودش، و وقتی هم که بهش گفته می شود بعد از عصبانیت، مثلا بهش گفته می شود که تو زنت رو طلاق دادی، میگه نه اصلا یادش مثلا نیست که چی گفته. و فقها در این زمینه معیارهایی رو دارند، همین که یعنی کنترل خودش رو نداشته باشه و مصلحت خودش رو در اون وقت نداند. حتی در فقها گفتند که فرق زمین و آسمان رو نداند، یا یعنی به صورت کلی منظور این است که از حالت طبیعی خارج شده باشد. اگر به این اندازه رسیده باشد که به اندازه عصبانی هست که قدرت اختیار را به صورت کلی از دستش رفته و نمیداند که چی میگوید، در این صورت طلاق واقع نمی شود. اما اگر صرفا به اندازه این است میداند که چی میگوید، عصبانی شده و تصمیم گرفته که زنش را طلاق بدهد و طلاق دادن به اختیار خودش هست، تصمیم گرفته در حالت این عصبانی زنش را طلاق بدهد و به اندازه نیست که به حد جنون رسیده باشد یا به اندازه‌ای که کنترل خودش رو از دست داده باشد، در این صورت قطعا به اتفاق علما طلاق واقع می شود. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده گفتن که اگر شوهر از زن راضی نباشد، آیا زن بهش می رود؟ اطاعت از شوهر در مواردی که مطابق با دستور الله متعال باشه بر زن لازم هست که حتما اطاعت بکند از شوهر خودش، و در مواردی که اطاعت کردن از شوهر به معنی مخالفت با دستور الله متعال هست، به معنی عصیان و نافرمانی هست، در این صورت اطاعت از شوهر لازم نیست. و اگر کسی از زنی هم صرفاً به خاطر دین خودش، به خاطر اطاعت از الله متعال از شوهر خودش نافرمانی کرد، نه تنها این که از بهشت محروم نیست، بلکه حتی هیچ گونه گناهی بر گردن اون ثابت نمیشه و زن اجازه ندارد که به خاطر اطاعت از شوهر خودش با الله متعال مخالفت بکند و معصیتی رو انجام بدهد. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده که 2 نفر یا چند نفر دیگر هم سوال کردن در همین زمینه، گفتم مثلا که ایشون گفتن در آلمان زندگی میکنم، یعنی گفتن در تهران زندگی میکنم. در آلمان گفتن که فاصله من تا مسجد 15 کیلومتر است و برای اینکه برسیم به خاطر ترافیک که جای وجود داره خیلی طول میکشه، نمیتونم به نماز جماعت برسم. و بیننده بعدی هم گفت که در تهران هستن و یک مسجد اهل سنت بیشتر وجود نداره، اونم حتما به صورت مخفی یا نمازخونه، که نمیتونن به اونجا برسن برای نماز جماعت. سوالشون این بود که آیا میتونن در خانه با همسر یا فرزندانشون به صورت جماعتی نماز بخونن؟ این کار درسته؟ یکی از مجوزهایی که برای نرفتن به نماز جماعت هست این است که مسجدی وجود نداشته باشد یا اینکه خیلی دور باشد، 15 کیلومتر، 10 کیلومتر یا 15 کیلومتر یا 40 کیلومتری که بیننده ما از تهران گفتن. این فاصله خیلی زیادی هست و واقعا این میسر نیست که انسان 5 وقت همیشه این مسافت رو طی بکند، خصوصا در وقتی که ترافیک هم باشد و 1 ساعت و 2 ساعت در واقع زمان ببرد رفتن به مسجد یا بازگشتن از مسجد.
در چنین صورت‌ها بر شما فرض نیست که حتما برای انجام نماز جماعت به مسجد بروید. شما در همون خانه خودتون، در محله خودتون یا چند نفر از به اصطلاح همسایگانتون یا اگر میسر نشد حتی خود اهل خانواده خودتون می توانید که نماز را با جماعت بخونید و رسول الله صلی الله علیه و سلم همین توصیه را کردند به فرزندان ابی ملیکه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذنا و اقیما ولی امکما اکبرکما، وقتی که در سفر رفتید با هم همراه بودید از آن اقامه بگویید و اون کسی که بزرگتر هست این شایستگی بیشتری را دارد اون در واقع امام بشود. و شما هم که وقتی که نمیتوانید که برای نماز جماعت به مسجد بروید به خاطر اینکه مسجدی وجود ندارد یا راهش دور هست یا به هر دلیلی دیگر نتوانید که به مسجد بروید، حکم شرعی این است که نماز را با جماعت بخوانید اولاتر و بهتر است، زیرا که ثواب نماز جماعت متفاوت هست، 25 درجه یا 27 درجه ثواب بیشتری را دارد و جایز هست که مرد امام بشود ولو اینکه یک نفر تنها خانمش باشد اون مقتدی هست. اگر دو نفر مقتدی هستند هر دو تا مرد هستند کنار همدیگر بایستند. به طور مثال شما با برادرتون یا شما با پسرتون میخواید نماز جماعت رو برقرار بکنی، حکمش این است که شما امام هستید و فرزندتون پسرتون بغل دست شما یعنی سمت راست شما در واقع میایستد و نماز میخونه، در صورتی که دو نفر باشن. اگر دو نفر یک نفر مرد باشه یک نفر زن باشه حکمش این است که زن پشت سر امام بایستد. مثلا شوهر امام هست و زنش مقتدی هست در کنارش نیستد، پشت سر بیستد. به هر صورت ولو این که فرزندان هم باشند، فرض کنیم در یک خانواده یک پدری هست دو تا پسر داره و چند تا دختر و مادرشون هست، مادر فرزندانش که میخوان نماز بخونن، از نظر شرعی خود امام یک صف هست که جلو میایستد، پسرها یک صف جداگانه هستند و دخترها با مادرشون یک صف کاملا جداگانه. اگر دو نفر هم هستید امام که جلو هست مرد باید امام باشد و زن باید پشت سر بایستد و اقتدا بکند و نمازشون درسته، ولو اینکه دو نفر باشند. یعنی حداقل برگزاری نماز جماعت همون دو نفر هست، دو نفر باشند، زن و شوهری باشند یا اگر بیشتر هم باشند فرزندانشون باشند، نماز خوندن به صورت جماعت کفایت میکند و جماعت منعقد میشود و ان شاء الله ثواب نماز جماعت رو هم دریافت خواهند کرد. ان شاء الله. جزاکم الله خیر. اگر سگی وارد خانه شد و مرغ‌ها رو کشته، صبح سگ رو کشتیم، حکمش چیست؟ هیچ گونه اشکالی نداره در این صورت. اگر سگی رو یا هر حیوانی دیگری رو که مزاحم هست برای شما یا برای دامه های شما مزاحمتی رو ایجاد میکند، از نظر شرعی کشتنش اشکال ندارد و گناهی هم بر گردن شما نیست. جزاکم الله خیر. و سوالی که چندین بیننده پرسیدن در مورد رسیدن ثواب تلاوت قرآن به میت هست، گفتن که آیا بخشیدن ثوابش به میت جایز است یا اینکه پول بدهن به کسی تا اینکه قرآن بخواند و ثوابش را به میت بدن؟ در این زمینه یک مواردی هست که مورد اتفاق تمام ائمه و علما هست که ثوابش به میت قطعا میرسد و آن ثواب صدقه دادن برای میت هست و ثواب دعا برای میت هست. به اتفاق هیچ گونه اختلافی وجود ندارد و اختلافی هم که در این زمینه اگر هست یک اختلاف غیر قابل قبولی هست، یعنی کسانی که مخالف این قضیه هستند حرفشون معتبر نیست و جمهور علما و مذاهب اهل سنت و الجماعت بر این است که ثواب صدقه و دعا قطعا به میت میرسد. تفاوتی ندارد که چه فرزندان میت دعا بکنند چه مسلمانان دیگر خویشاوندان و دوستان و عزیزان دعا بکنند، در هر صورت ثواب صدقه و ثواب دعا قطعا میرسد. هیچ گونه اختلافی در این زمینه وجود ندارد و اصل در این زمینه روایتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمودند وقتی که انسان از دنیا میرود عملش منقطع میشود مگر در سه مورد، یعنی سه مورد هست که بعد از مرگ باز هم ثواب به انسان میرسد. یکی علم هست که انسان بعد از خودش به جا گذاشته، کتابی رو تألیف کرده یا کتابی رو خریده صدقه کرده یک جایی که مردم بعد از آن استفاده میکنند از این کتاب، یا قرآنی رو خریده وقف کرده در مسجد، این در واقع یک علمی هست که مردم از آن استفاده میکنند. یا صدقه جاریه، انسان بعد از مرگ خودش قبلا یک صدقه جاریه رو انجام داده، یک در فرض کنیم که چاهی رو حفر کرده، بیمارستانی رو ساخته،
پولی رو ساخته، مسجدی رو ساخته، مدرسه‌ای رو ساخته، تمام اینها جز مواردی هست که ثوابش بعد از مرگش هم به اون خواهد رسید. تا زمانی که مردم از این موارد استفاده میکنند قطعا ثوابش هم به اون کسی که بنیانگذار این صدقه جاری بوده ثواب میرسد. و مورد سومی که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کردند، او ولد صالح یدعو له، یا فرزند نیکوکاری که برای پدر و مادرش دعا بکند. این مواردی هست که ثابت هست. عرض کردم که دعا کردن جز مواردی هست که قطعا ثوابش به مردگان میرسد و حتی بهترین موارد برای ایصال ثواب همین دعا هست. نه هزینه ای رو برای بازماندگان دارد و نه اینکه زحمت چندانی رو دارد، صرف هر دعایی رو که بکنند این سبب می شود که الله متعال جایگاه مردگانشون رو، پدر و مادر یا عزیزانی رو که از دنیا رفتن، مقام اونها رو در بهشت بالا ببرند. اینها موارد اتفاقی هست. موارد اختلافی مانند تلاوت قرآن هست که آیا اگر کسی تلاوت قرآن بکند، قرآن ختم بکند، به مرده ببخشد، آیا این ثواب میرسد یا اینکه نمیرسد؟ گرچه برخی از فقها فتواشون بر این است که اینم جز همون عمل صالح است. ولد صالح وقتی که دعا بکنند یا اینو قیاس بکنن بر همون صدقه یا بر دعا که عموما وقتی که میرسد، پس بنابراین این مورد هم میرسد. این دلیلش صرفاً قیاس هست و هیچ گونه روایتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد نشده که ایشان برای مردگان خودشون قرآن خونده باشند یا قرآنی رو ختم کرده باشند، یا اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از وفات یکی از به طور مثال همسنگرانشون یا عزیزانشون در مسجد جلسه ختمی گرفته باشند و ختم قرآن کرده باشند. این مورد از رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه جایز نیست و انسان مسلمان باید در چنین موارد که نیاز به وحی داره، ما نمیدونیم که این ثواب میرسد یا اینکه این ثواب نمیرسد، حتما باید از طریق وحی به ما این خبر داده بشود که این عمل صحیح هست یا صحیح نیست، آیا ثواب تلاوت قرآن میرسد یا نمیرسد. و در این موارد غیبی نمی شود که ما یک موردی رو قیاس بکنیم بر موارد دیگر، که اینو قیاس بکنیم بر دعا یا قیاس بکنیم بر صدقه یا قیاس بکنیم بر عمره و حج. در مورد صدقه و عمره و حج و دعا احادیث صحیح و صریح از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت است، اما در مورد تلاوت قرآن برای میت دلیلی وجود نداره و در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اصلی رو ندارد. اولاتر و بهترین است که انسان از این مورد اجتناب بکنند. فقط اون مواردی رو که در سنت آمده و مورد اتفاق تمام علما هست، به اجماع علما ثوابش میرسد، عاقلانه تر هم این است اون موردی رو که ما مطمئن تر هستیم بر آن عمل بکنیم. و نظر بنده هم این است که خواندن قرآن برای میت هیچ گونه اصل شرعی ندارد، اجتناب از این مورد اولاتر و بهتر است. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی پرسیدن که اگر جوانی با یک زن متأهلی زنا کرده باشد و بعد از مدتی آن زن طلاق گرفته، آیا این جوان میتواند با آن زن ازدواج بکند و بر اساس آیه سوره نساء آیا محظوریتی وجود ندارد؟ الله متعال در سوره نساء این رو مقید فرمونه، از زانی لا ینکح الا زانیه، که مرد و زن زناکار در واقع شایسته همدیگر هستند و مسلمانان نباید با افرادی که عفت و پاکدامنی ندارند ازدواج بکنند. این به عنوان یک مبدأ و یک اصل هست در انتخاب همسر. و منتها این در موردی هست که زن توبه نکرده باشد یا مرد توبه نکرده باشد. به طور مثال اگر یک مردی که در جامعه معروف هست به فحشا، اگر خواستگاری یک دختری اومد، از نظر شرعی اگر توبه نکرده باشد و همیشه اهل این فساد و گناه هست، نباید چون مردی رو قبول بکنند. یا برعکسش اگر زنی معروف هست که اهل فساد و فحشا هست، جایز نیست که یک مرد مسلمان پاکدامن سراغ چنین زنی برود و اون رو برای زندگی خودش انتخاب بکند. اما در صورتی که این مرد یا زن توبه کرده باشند، ازدواج هیچ گونه اشکالی در این صورت ندارد. اگر قبلا به طور مثال اون گونه که این بیننده گفتند که مرتکب این خطایی شدند و بعدا این زن رفته طلاق گرفته یا به هر صورتی جدا شده از شوهر قبلیش و الان توبه کرده، مطمئن است که زن بدکاری نیست، یک اشتباهی از اون سر زده و الان توبه کرده، جایز هست برای شما که با اون ازدواج بکنید، اشکال شرعی ندارد. و اون موردی که در قرآن اومده الله
تعالی در سوره نساء اشاره کردند برای مردان و زنانی هست که همچنان دچار این گناه میشوند و توبه نکرده باشند. بعد از اینکه توبه کرده باشند ازدواج اشکال شرعی ندارد و جایز است. جزاکم الله خیر. یعنی بعد گفتن که در مسافرت وقتی که در مسیر راه هستن ماشین نمی ایستد که وضو بگیرن، آیا میتونن تیمم بگیرن و این تیمم جایزه یا نه؟ و در حالتی که سوار بر ماشین هستن چون که ماشین نمی ایستد میتونن به طرف غیر از قبله نیت بکنن نماز بخونن؟ برای نمازهای فرض قیام یعنی ایستادن در حالت نمازی که از ارکان نماز هست و همچنین رو به قبله نشستن و ایستادن یکی از شرایط نماز هست. اگر کسی به طرف غیر قبله نماز بخواند از نظر شرعی نمازش درست نیست. در هنگامی که انسان بر مرکب و بر ماشینی سوار هست جایز هست که شما نماز نفل بخوانید. نماز نفل می توانید بخوانید، همونجا که روی صندلی نشستید نیت بکنید و تکبیر تحریمه رو بگویید. به هر طرفی که ماشین شما می رود جایز هست که شما نماز نفل بخوانید. اما برای نماز فرض حتما باید بایستید و ایستاده نماز بخوانید و حتما باید رویتان به طرف قبله باشد. و در چنین مواردی که شما مطمئن هستید در مسیر سفر به طور مثال ماشین توقفی رو نداره و شما نمی توانید که وضو بگیرید یا نماز بخوانید، بهترین است که شما قصر و جمع بکنید. یعنی اینکه نماز را تأخیر بکنید تا وقت نماز بعدی. به طور مثال وقت نماز ظهر است، شما اینو تأخیر بکنید، وقتی که به مقصد رسیدید ظهر و عصر رو با هم دیگر یک جا بخوانید. یا قبل از این که حرکت میکنید الان وقت نماز ظهر شروع شده و میدانید که در مسیر راه ماشین توقفی ندارد، می توانید قبل از حرکت کردن نماز ظهر و عصر رو یک جا جمع بخوانند و بعد از آن مسیر خودشون رو ادامه بدهند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که چه سوره هایی رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب خوانده، یعنی سنت است که خوانده شود در شب؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم یک ویژگی رو که داشتند این بوده که همیشه در حالت ذکر و اوراد بودن، همیشه دعاهایی رو ورد زبانشون بوده، دعاهای صبحگاه و شامگاه به هر مناسبتی دعای خاصی رو میخوندن و تا جایی که برایشون میسر بود قرآن رو تلاوت میفرمودن. و در روایات از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده که قبل از خواب همیشه سوره سجده را و سوره تبارک را هر شب میخوندند. روایت در مسند احمد هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیخوابیدند مگر اینکه شب قبل از خواب خودشون سوره سجده را و سوره تبارک را همیشه میخوندند. و غیر از این روایتی هست در صحیح بخاری از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه قبل از خواب خودشون سه سوره قل هو الله احد را و قل اعوذ برب الفلق را و قل اعوذ برب الناس را میخوندند. یعنی این سوره ها رو همیشه هر شب قبل از خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوندند و میدمیدند بر دستهای خودشون و تمام بدن خودشون را مس میکردند و دست میکشیدند. خواندن این سوره ها از نظر شرعی سنت هست و بهترین است که انسان پایبند این موارد باشد. تشکر میکنم از شما. و سوال بعدی بیننده گفتن که آیا این روایت و حدیث صحیح است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است مسلمانی که در مملکت غیر اسلامی فوت کند از او براءت جسته؟ در این مورد روایتی وجود دارد از جریر ابن عبدالله هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظهر المشرکین لا تتراءى ناراهما، که روایت در سنن ابو داود و ترمذی نقل شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم. منتها در مورد صحت این روایت اختلاف نظر وجود داره در میان محدثین. بعضی از علما معتقد هستند که این روایت مرسل هست، یعنی این که به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسد، یعنی در سندش یک فردی هست که از یک فردی روایت کرده که اصلا اونو ملاقات نکرده، مستقیما اینو نسبت میدهد به رسول الله صلی الله علیه و سلم و اساسا حدیث مرسل جز روایات ضعیف هست. وقتی که گفته می شود که یک روایت مرسل هست یعنی این که در واقع ضعیف هست. منتها شیخ البانی رحمت الله علیه در این مورد نظرش این است که این روایت صحیح است. شیخ البانی رحمت الله علیه و برخی دیگر از علما این روایت را صحیح میدونن
و این روایت خودش جریان دارد. وقتی که اون جریانش رو، سبب ورودش رو ما در واقع بفهمیم، این علامت سوال و اشکال در واقع برطرف میشه. جریر ابن عبدالله میگوید که برخی از مسلمانان، یک لشکر از مسلمانان در یک جایی حمله کردند و در ضمن این در اون شهری که مشرکان بودند تعدادی مسلمان بود و این مسلمانان هم کشته شدند، به خاطر اینکه تشخیص داده نمیشد که اینها مسلمان هستند یا اینکه کافر هستند. بدین مناسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انا بریان عن کل مسلم یقیم بین اظهر المشرکین لا تتراءى ناراهما، که آتشاشون از هم دیگر مشخص نمیشه. یعنی در یک جایی هستند که هیچ علامتی وجود نداره که این خانواده مثلا مسلمان هستند یا خانواده دیگر کافر هستند. این گونه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من از چنین کسانی که در جای زندگی میکنند که علامتی برای مسلمان بودنشون وجود ندارد، من از چنین افرادی در واقع بیزار هستم. اما خود این براءت، بالفرض این که روایت صحیحی باشد، عرض کردم که این در مورد در حالت جنگ بوده که مسلمانان تشخیص نمیدادند که کسانی که در این شهر هستند آیا مسلمان هستند یا کافر هستند، همراه با کافران مثلا مسلمانان هم مورد هجوم قرار گرفته باشند. اما با توجه به صحت روایت، ولو اینکه روایت صحیح باشد، این که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من در واقع بری هستم، معنیش این نیست که این افراد در واقع کافر میشوند و رسول الله صلی الله علیه و سلم از اونها براءت هست. یا میتونه معنی براءت در اینجا این باشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده باشند من از خونبهای اینها بری هستند، اینها مسلمان هستند، به خطا کشته شدم، اما چون که در میان مشرکان بودند و مسلمانان نمیتونستن تشخیص بدن، پس بنابراین من از خونبهای اینها در واقع بری هستم. و در صورت دیگر که براءت را به معنی براءت از دین بگیریم، براءت از خود این افراد در واقع حساب بکنیم، این موردش را ما در روایات از رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم. این به معنی کافر بودن فرد نیست، یعنی بدین معنی نیست کسی که در میان در یک کشور غیر اسلامی زندگی بکند رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون بری هست، اونو به عنوان مسلمان قبول نمی‌کنند، یا اینکه در روز قیامت چنین فردی را به حضور خودشون در واقع راه نمیدن. نه، این گونه نیست، زیرا که ما روایاتی داریم به طور مثال در صحیح بخاری و در صحیح مسلم روایتی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند من بری هستم، انا بریء من الصالقه والحالقه والشاقه، که من از چنین افراد بیزار هستم. یعنی من بیزار هستم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که من بیزار هستم از زنی که در هنگام مصیبت سر و صدا بکند، فریاد بکشد، از زنی که در هنگام مصیبت موهای خودش را بکند یا سر خودش را بتراشد، یا زنی که در هنگام مصیبت لباس خودش را پاره بکند. خب قطعا گرچه این موارد جز مواردی هست که گناه هست، انسان نباید انجام بدهد، اما گریه کردن یا داد و فریاد کردن در هنگام مصیبت یا یک بی اختیار موی سر خودش را بکشد، این جزء مواردی نیست که انسان کافر می شود. کار حرامی هست، اما جزء مکفرات که انسان را در واقع به خاطر این کارها کافر بشود و از دین خارج بشود، جز این موارد نیستند. یا به طور مثال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من صلی علینا السلاح فلیس منا، هر کسی که بر ما شمشیر بکشد بر ما نیست. به طور مثال یعنی کسی چاقوی رو در می آورد و یک مسلمان دیگر رو تهدید می کند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند این فرد از ما در واقع نیست. معنیش این نیست که چون این فردی کافر هست، بلکه یک نوع تهدیدی هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم تهدید کردند که انسان باید بیشتر این موارد را مراعات بکند. و اساساً زندگی کردن در یک کشور غیر اسلامی زمانی برای انسان مسلمان حرام هست که توانایی انجام شعائر دینی رو نداشته باشد. یعنی یک مسلمانی رفته در یک جای در یک کشوری زندگی می کند که در اونجا نمیتواند روزه بگیرد، نمیتواند نماز بخواند، نمیتواند حجاب خودش را مراعات بکند، نمیتواند به حج برود و هیچ گونه عمل اسلامی رو نمیتواند در مل آن انجام بدهد. از نظر شرعی سکونت کردن در چنین جایی برای یک فرد مسلمان جایز نیست. اما در یک کشور غیر اسلامی که مسلمانان مشخص هستند، یک گروه مسلمان هستند، مسجد دارند، شعائر دینی خودشون رو انجام میدن، با آزاد هستند در اونجا، از نظر شرعی وقتی که میتوانند دین خودشون را حفظ بکنند و بر دین خودشون عمل بکنند، زندگی کردن در کشور غیر اسلامی هم در این صورت اشکال شرعی و ممانعتی رو ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که ازدواج کردن و مهریهشون 10 میلیون تومان بوده،
8 میلیون را دادن و 2 میلیون را خانوادهش عروس گفتن که ما نمیگیریم و ایشون هم گفتن که اگر نگیرین دخترتان بر من حرام است. این حرف چه حکمی داره؟ میتواند که این مهریه رو وقتی که گفتند خود مهریه اساسا حق خود دختر هست، یعنی دختر و پسری که با هم ازدواج میکنن مهریه رو پسر میدهد و حقش هم حق خود دختر هست. پدر و مادر در این زمینه هیچ گونه حق و اختیاری رو ندارند که بگیرند یا اینکه رد بکنند. این مال خود دختر هست. وقتی که دختر اینو قبول کرد هیچ گونه اشکال شرعی نداره. اگر اون رو بخشید به شما که بخشیده هست معاف میشود و اگر دختر قبول کرد باز هم هیچ گونه اشکال شرعی نداره. پدر و مادر دختر در این زمینه هیچ گونه اختیاری رو ندارند، نه اختیار دارند که ببخشند و نه اختیار دارند که بگیرند و مهریه حق مسلم و مشخص تنها خود دختر هست و کسی دیگر اجازه دخل و تصرف در این مورد رو ندارد. درست. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیان گفتن که گاه وقتی حرفای کفرآمیز و وسوسه‌آمیز در ذهن انسان خطور میکند چه حکمی دارد؟ خطور مثلا افکاری که غیر ارادی هست در ذهن انسان به وجود میاد، اینها رو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال انسان را مؤاخذه نخواهد کرد. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که ان الله تجاوز لامتی عما حدثت به نفسها. الله متعال امت ما را از افکار درونیش معاف کرده، یعنی تصمیمی رو که انسان میگیرد یا یک وسوسه‌ای رو که در قلبش به وجود میاد الله متعال انسان را از این معاف کرده و مؤاخذه نمی کند تا زمانی که تبدیل به یک باور و تبدیل به یک عمل نشده باشد. هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و انسان مکلف نیست، زیرا که این فکرها ولو اینکه فکری باشد که در حد کفر باشد، زمانی که با اختیار شما نیست و ناخواسته در قلب شما خطور می کند و شما آزرده هستید از اینکه چرا این افکار در قلب شما به وجود میاد، هیچ گونه گناهی بر گردن شما نیست و شما نباید احساس گناه بکنید. گرچه انسان باید همیشه با خواندن اذکار و اوراد سعی بکند که این چنین افکار و وسوسه ها را از خودش دور بکند، با خواندن و تلاوت قرآن کریم، با نماز خواندن و اذکار و اوراد و با همنشینی با دوستان نیکوکار و با اهل علم سعی بکند که مجال این گونه افکار را و این گونه وسوسه ها را در واقع کمتر بکند و در معرض چنین افکار و چنین وسوسه ها قرار نگیرد. اما اگر ناخواسته چنین فکری در ذهن کسی خطور کرد از نظر شرعی گناهی ندارد، انسان گناهکار نمی شود. یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد پیش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، گفتند که یا رسول الله گاهی وقتی در ذهن ما افکاری خطور می کند که ما دوست داریم که بسوزیم و زغال بشویم و این افکار در قلب ما در واقع وجود نیاید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود آیا واقعا چنین حالتی به شما دست میدهد؟ گفتم بله چنین حالتی هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند این علامت ایمان هست. کسی که ایمانی ندارد از این گونه افکار ناراحت نمی شود. وقتی که شما آزرده هستید، ناراحت هستید، این خودش دلیل بر ایمان شما هست، چون که شما ایمان دارید ناراحت هستید. وگرنه یک فرد کافر و بی ایمان هیچ گونه پروایی ندارد، حتی نه تنها از این که این گونه افکار در ذهنش به وجود بیاد، از گفتن چنین حرفایی هم ابایی در واقع نمی‌ورزد. پس بنابراین افکاری که ناخواسته هستند گناه محسوب نمی‌شوند و انسان باید سعی بکنه تا جایی که ممکن هست دنبال این افکار نرود. اگر وسوسه‌ای به وجود آمد شما دیگه اینو ادامه ندهید. وقتی که متوجه شدید که این فکر در ذهن شما به وجود آمده، استغفار بکنید، سعی بکنید که ذهن خودتون رو مشغول به یک جای دیگر بکنید، به تلاوت قرآن، اذکار و اوراد و استغفار بکنید و پناه ببرید به الله متعال و گناهی برگردن شما نیست. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیانه گفتن که خودشان سید هستن ولی همسرشان سید نیستن، آیا فرزندانشون سید میشن؟ بله، نسب از پدر ثابت می شود و هر نسبی رو که فرزند داشته باشد این نسب برای فرزندانش هم ثابت می شود. درست. جزاکم الله خیر. بیانه بعدی گفتن بعد از نماز پیشین یا عصر طهارت میکنن و جوراب میپوشن یا همون مسیح گفتن میپوشن و برای اون حالت میخوابن. بعد از اینکه بیدار شدن آیا درست است که وضو بگیرن فقط مسح بکنن بر اون جوراب؟ در صورتی که یعنی مسح بر موزه یا مسح بر جوراب، مسح کردن بر موزه و مسح بر جوراب از نظر شرعی جایز هست و از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده که ایشون بر موزه ها مسح می‌کردن
و رسول الله صلی الله علیه وسلم وقت رو تعیین کردن برای مسافر 3 شبانه روز و برای مقیم 1 شبانه روز. یعنی مسافر میتواند تا 3 شبانه روز جورابش را و این موزه را از پای خودش در نیاورد، شبها با همین موزه و جوراب بخوابد و هنگام وضو گرفتن بر آن در واقع مس بکنند و وقتش همون 1 شبانه روز هست، یعنی 24 ساعت است. شما امروز مثلا وقت نماز صبح، فرض کنیم نماز صبح شما وضو گرفتید، موزه یا جوراب پوشیدید، رفتید برای نماز صبح، این موزه و جوراب رو حتما باید در حالت طهارت پوشیده باشد، یعنی بعد از وضو یا بعد از غسل مثلا این موزه یا جوراب را پوشیده باشد. الان وقت نماز فجر هست، شما رفتید با این وضویی که وضو گرفتید و بعد از آن جوراب پوشیدید یا موزه پوشیدید به پاتون کردید و رفتید نماز خوندید. الان با همین وضو شما موندید، فرض کن نماز ظهر را با همین وضو خواندید، فرض کنیم که از نماز صبح تا نماز ظهر شما نیازی به تجدید وضو نداشتید، با همین وضوی صبح رفتید نماز ظهر را خوندید، بعد از نماز ظهر شما رفتید دستشویی، یعنی وضویتون شکست و وقت نماز عصر شما رفتید دوباره وضو گرفتید. وقت نماز عصر که وضو گرفتید الان مس کردید بر جوراب خودتون، جوراب را صبح پوشیده، یعنی قبل از نماز فجر مثلا پوشیده و بعد از نماز ظهر بی وضو شده رفته دستشویی، الان برای نماز عصر قبل از نماز عصر میخواد که وضو بگیرد. در این وقتی که وضو گرفت الان بر موزه خودش به جای اینکه پاها را در بیاورد و بشوید وضو میگیرد و به جای شستن پاها بر موزه جوراب مس میکند. وقت مس شما از الان شروع شده، یعنی از صبح که شما جوراب را یا موزه را پوشیدید آغاز نمی شود، از اولین مسح موزه یا مسح جوراب از این وقت عصر، یعنی تا فردا وقت نماز عصر شما می توانید که هر وقتی که رفتید دستشویی وضو گرفتید لازم نیست که دیگه جوراب را یا این موزه را در بیاورید. 24 ساعت از اولین مسح و بعضی از علما گفتند که از اولین یعنی نقض وضو، از لحظه‌ای که وضوی شما شکسته از اون لحظه شروع می شود، اما قول راجح این است که از اولین مسح شروع می شود. این از اولین مرتبه که شما مسح کردید کاری نداره که شما جوراب را یا موزه را صبح پوشیدید یا ظهر پوشیدید، اولین مرتبه که شما بعد از پوشیدن جوراب مسح کردید بر جوراب 24 ساعت 1 شبانه روز یا 3 شبانه روز در واقع از این وقت شروع می شود. شب که خوابیدید می توانید فردا از خواب بلند شدید بروید وضو بگیرید و بر موزه مسح بکنید، لازم نیست که پاها را بشویید. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که نماز نفل که میخوانند بعد از اینکه 3 بار سبحان ربی الاعلی گفتن این دعا رو میخوانند، میگویند پروردگارا کل گناهان را عفو کن. آیا نمازش کامل است یا نه؟ بله، در نماز نفل به اتفاق هیچ گونه اشکالی نداره و خواندن دعا و طلب حاجت از الله متعال جایز هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد، نزدیکترین حالتی که انسان با پروردگار خودش دارد حالت سجده هست و فرمودند که در حالت سجده شما دعا بکنید، فقمن ان یستجاب لکم، و شایسته هست و سزاوار هست که دعا شما قبول بشود. یعنی یکی از حالتهای اجابت دعا و صورتهایی که دعای ما شانس اجابت بیشتری رو دارد در حالت سجده هست، زیرا که نزدیکترین حالتی هست که انسان در این حالت با پروردگار خودش دارد. و همچنین دعا کردن به زبان محلی در سجده هیچ گونه اشکال و در نماز هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و جایز هست. اگر کسی فرض کنیم در حالت سجده، یعنی بعد از این که اذکار سجده را خواند با زبان محلی خودش، زبان فارسی یا هر زبان دیگری باشه، دعا کرد، هیچ گونه اشکالی نداره. یا بعد از التحیات و خوندن درودها در قعده اگر خواست که به زبان غیر عربی دعا بکند، اشکال شرعی ندارد و جایز هست. البته اولویت برای دعاهای عربی هست، یعنی بهتر است که دعا عربی باشد، الفاظی رو که از حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت هستند و جزء دعاهای جامع و مانع هستند. بهتر است که انسان این گونه دعاها رو یاد بگیرد و دعا بکند. اما اگر کسی بلد نبود به زبان عربی دعا بکند، اشکال ندارد، در سجده یا در قعده میتواند که به زبان محلی خودش هم دعا بکند. تشکر میکنم شما. بیننده بعدی که خواهری بودن گفتن که لوله خود را بستند، حکمش چیست؟
کسی که به خاطر فاصله انداختن بین فرزندانش و اون هم به خاطر فکر کنم ایشون صداشون کاملا واضح نبود، اگر به خاطر یک نوع بیماری بوده و نمیتواند که بیشتر از این باردار بشود و مشکلی دارد، هیچ گونه ممانعتی از نظر شرعی نیست. وقتی که شما چند تا فرزند دارید به خاطر فاصله انداختن در میان فرزندانتون یا به خاطر اینکه مشکل دارید و نمیتوانید که باردار بشوید و پزشک شما تشخیص داده که موجب ضرر و زیانی به شما میگردد، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. میتوانید که جلوگیری بکنید، جلوگیری به هر وسیله‌ای که باشه، ولو اینکه به وسیله بستن لوله ها باشه، باز هم اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. تشکر میکنم شما. اگر کسی نماز جمعه حاضر شود بخواند اما نمازهای 5 وقت نخواند، این شخص حکمش است؟ نماز جمعه یکی از نمازهای پنجگانه هست، یعنی در روز جمعه به جای وقت نماز ظهر وقت جمعه هست در واقع که همون 5 وقت نماز می شوند و همان گونه که نماز جمعه فرض هست، نمازهای پنجگانه هم در واقع فرض هستند و رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندن ترک نماز را یکی از موجبات کفر برشمردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة و من ترك الصلاة فقد کفر. عهد و پیمانی که ما داریم با بقیه این نماز هست. هر کسی که نماز رو ترک بکند در واقع کافر می شود. ترک نماز این کفر آور هست و انسان باید حتما تا جایی که برایش ممکن هست نماز رو باید بخواند و جالب این هست که در شریعت اسلامی نماز تنها عبادتی هست که هم در سفر باید انجام بدهیم، هم در حضر، هم در حالت بیماری و هم در حالت صحت و سلامتی، هم در حالت صلح و آرامش و هم در حالت جنگ و حتی در هنگام جنگ که مسلمانان در واقع با کفار روبرو هستند، لشکر مسلمان و کفار در حال ستیز هستند، در این حالت هم باید نماز بخوانند و نمازی رو داریم به عنوان نماز خوف. در هیچ حالتی نماز از انسان ساقط نمی شود و مهمترین فرضی که بر انسان هست و بالاترین حق الله متعال بر بنده بعد از شهادتین و بعد از توحید من نماز هست و اولین سوالی که در روز قیامت در مورد حق الله متعال از انسان می شود در مورد نماز خواهد بود. اگر نماز انسان کامل بود بقیه اعمالش انشاءالله کامل خواهند شد و زیاد سختگیری نمی شود در حساب و کتابش، اما اگر نمازش ناقص بود دیگه بقیه عباداتش به طریق اولا در واقع ناقص خواهند بود و در حسابش سختی گرفته می شود و مقداری که انسان پایبند نماز هست یعنی دیانت انسان و مسلمان بودن انسان به همین نماز در واقع شمرده حساب می شود. انسانی که نماز نمی خواند به مهمترین رکن اسلام و بالاترین عبادت در اسلام بی اهمیت است و این را انجام نمی دهد، قطعا بقیه احکام اسلامی را به طریق اولا ترک می کند. پس بنابراین ترک نماز کفر هست و انسان باید از این مورد پرهیز بکند و این که انسان تنها روز جمعه نماز بخواند هیچ سودی به حال انسان ندارد. انسان باید تمام نمازهای پنجگانه را در طول هفته حتما باید بخواند. تشکر میکنم شما. بیننده بعدی گفتن که در نماز جماعت قبل از اینکه سلام بدهن این سلام یعنی به این صورت سلام میدن که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و البشر و الملک. این درست در مورد سلام نماز همون سلامی هست که السلام علیکم و رحمت الله که در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده در مورد نماز که ایشان فرمودند که تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم. آغاز نماز این حرمت نماز با تکبیر تحریمه آغاز می شود، با تکبیر شروع می شود و با سلام گفتن تمام می شود و الفاظی که در سلام گفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نماز ثابت است السلام علیکم و رحمت الله هست که این گونه سلام می دادن و نماز را با این جمله تمام می کردن. منتها احتمال دارد که در نماز غیر از انسانها فرشتگانی باشند یا جنهایی باشند که در واقع جنهای مسلمان هم شریک نماز شده باشند. وقتی که شما میگویید
میگویید السلام علیکم و رحمت الله شامل همه میشود، هم انسانی که سمت راست شما هست یا فرشته‌ای که وجود داره یا جنی که در بالفرض که در کنار شما نماز خونده باشد. لازم نیست که شما بگید که والبشر والملک، یعنی خود به خود این سلام وقتی شما میگه السلام علیکم و رحمت الله، این در واقع تمام هم انسانها را و هم جنها را و هم فرشتگان را در واقع شامل می شود و این از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده که کلمه والبشر والملک را اضافه بکنن. خود این که شما مخاطب قرار می دهید یعنی تمام کسانی که صدای شما را میشنوند مورد خطاب شما هستند و لازم نیست که تخصیص بکنید یا کلمه بشر یا ملک را اضافه بکنید. تشکر میکنم شما. بیننده بعدی گفتن اگر شخصی مؤمنی، یعنی شخص مؤمن باشد اما در سکرات موت نتواند کلمه شهادتین را بر زبان بیاورد، آیا این شخص وارد بهشت می شود یا نه؟ بله، اصل ایمان اون چیزی هست که در قلب انسان وجود دارد و بر زبان خودش جاری می کند، اعتراف بکند و عملا پایبند این ایمان باشد، یعنی اعمال دینی و اسلامی رو انجام داده باشد. اسلام و ایمان در واقع سه بخش دارد، یکی برمیگردد به باور قلبی و اعتقاد درونی هست و دیگری گفتار زبانی هست که انسان با زبان خودش اعتراف بکند اشهد ان لا اله الا الله و شهادتین را تلفظ بکند و مرحله سومش عمل با ارکان هست، یعنی عمل کردن با اعضا و جوارح خودش، پایبند بودن احکام شرعی. این تعریف ایمان هست و انسانی که با ایمان از دنیا برود در روز قیامت انشاءالله نهایت و عاقبتش بهشت برین الله متعال خواهد بود، ولو این که انسان گناهکاری باشد به خاطر توحیدش از آتش جهنم نهایتا نجات پیدا می کند و وارد بهشت می شود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، یا موارد دیگر از من قال لا اله الا الله خالصا من قلبی دخل الجنه، هر کسی که خالصانه بگوید لا اله الا الله یا هر کسی که آخرین جملهش که بر زبان می آورد لا اله الا الله باشد وارد بهشت می شود. این یکی از نشانه های حسن خاتمه هست. یکی از نشانه‌های حسن خاتمه این است که انسان در آخرین لحظه با کلمه توحید از دنیا برود. انسانی که در آخرین لحظاتش لا اله الا الله را نگفته، ما از درونش خبر نداریم که این انسان آیا با ایمان رفته یا بدون ایمان رفته، یا آیا تا آخرین لحظاتش بر ایمان ثابت بوده یا ثابت نبوده. اما وقتی که انسان در آخرین لحظه و آخرین جمله‌ای که بر زبان می آورد این است که لا اله الا الله، یعنی یک نوع بشارتی هست و یک نوع نشانی برای حسن خاتمه هست و یک فضیلت خاصی رو دارد. اما معنیش این نیست که اگر کسی در آخرین لحظات خودش نتوانست لا اله الا الله را بگوید یا نگفت لا اله الا الله، بالفرض هم که تلقینش کردند که بگو لا اله الا الله و لا اله الا الله را نگفت، معنیش این نیست که چون این انسانی در واقع بدون ایمان از دنیا رفته. ایمان ملاکش همون گونه که عرض کردم همون باور قلبی هست و اعتراف زبانی که در طول زندگی خودش اعتراف می‌کرده لا اله الا الله را ورد زبانش بوده و بقیه از کار را و عملاً هم پایبند ایمان بوده، ولو این که در آخرین لحظاتش لا اله الا الله را نگفته باشد، همون ایمان قبلیش و همون اعتراف قبلیش کفایت میکند برای اینکه این انسان مسلمان و اهل توحید باشد. اما اگر کسی در آخرین لحظاتش آخرین جملهش لا اله الا الله بود، عرض کردم که این یک فضیلت اضافه ای رو دارد و نشانه حسن خاتمه هست. اما اگر کسی نگفت معنیش این نیست که دچار سوء خاتمه بوده، همون باور قلبیش و همون تلفظ زبانی که قبلا تلفظ میکرده، اعمالی که قبلا به عنوان اعمال اسلامی و ایمانی انجام داده، همون مقدار کفایت میکند. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده گفتن که چند آیه از سوره فاتحه لازم است که خوانده شود؟ سوره فاتحه باید به صورت کامل خوانده بشود و رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره فاتحه را یعنی تأکید کردند که بدون از سوره فاتحه نماز در واقع درست نیست و جایز نیست. لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحه الکتاب یا به ام الکتاب در واقع از روایات، کسی که فاتحه رو در نماز نخوانده باشد نمازش درست نیست. پس بنابراین تلاوت و قرائت سوره فاتحه در نماز جز ارکان نماز هست، یعنی جز فرایض نماز هست که حتما شما در هنگام نماز سوره فاتحه رو حتما باید بخوانید. و بحث ضم سوره یعنی اضافه کردن یک سوره‌ای که بعد از سوره فاتحه خوانده می شود و در ضم سوره و سوره‌ای که بعد از فاتحه باید خونده بشود در نماز، فقها گفتند که حداقلش باید 3 آیه کوتاه باشد یا 1 آیه طولانی.
اگر کسی به مقدار 3 آیه کوتاه یا 1 آیه طولانی رو بعد از سوره فاتحه بخواند، در واقع قرائتش کامل هست، اما خود سوره فاتحه رو باید به صورت کامل بخواند. جزاکم الله خیر. در قیام روز نماز خواندن درست است یا نه؟ در 3 وقت یا به تعبیر دیگر بنابر روایت دیگر 5 وقت جز اوقاتی هستند که خواندن نماز جز مکروهات هست، یعنی جز اوقات مکروهه هستند که در این مورد خواندن نماز جایز نیست، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابی می‌فرماید که نهانا رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 اوقات نهانا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نصلی فیهن و ان نقبر فیهن موتانا. 3 وقت هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را منع فرمودند که در این 3 وقت نباید نماز بخوانید و در این 3 وقت نباید که مردگان خودتان را دفن بکنید. این 3 وقت دقیقاً وقت طلوع آفتاب هست و وقت استوا و وقت غروب آفتاب. وقت طلوع آفتاب یعنی دقیقاً وقتی که آفتاب در حالت طلوع کردن هست، نصف خورشید طلوع کرده باشد و تا زمانی که کامل طلوع بکند، یعنی در روایت اومده که به اندازه‌ای که از دید انسان به اندازه نیم متر تقریبا باشد، به اندازه 1 نیزه یا نیم متری با دید انسان فاصله داشته باشد. بنابر به اصطلاح اوقات دقیقی که زده برای طلوع آفتاب، یعنی تقریبا حدود 10 دقیقه یا 15 دقیقه بعد از طلوع آفتاب، یعنی از زمانی که آفتاب طلوع می کند تا 10 دقیقه یا 15 دقیقه این وقت مکروه است. انسان نباید در این وقت نماز بخواند و دقیقاً وقت استوا تا زمانی که زوال صورت نگرفته باشد، یعنی وقتی که آفتاب دقیقاً در وسط آسمان هست، یا به تعبیری زمانی که سایه هنوز بر نگشته باشد. به محض اینکه سایه برگردد و آفتاب از وسط آسمان به طرف مغرب حرکت بکند، تمایل پیدا بکند، این وقت جواز هست. اما در هنگام استوا نماز خواندن جایز نیست و همچنین بعد از در هنگام غروب آفتاب، دقیقاً در حالت طلوع آفتاب و دقیقاً در حالت استوا زمانی که آفتاب در وسط آسمان هست و دقیقاً وقت غروب آفتاب. این 3 مورد در یک حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن در این 3 وقت نماز نخوانید و این جز اوقات مکروه هستند. غیر از این اوقات دیگری هم هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که نماز نخوانید، در روایت دیگر آمده و این اوقات عبارتند بعد از نماز فجر تا طلوع آفتاب. بعد از نماز فجر، بعد از اینکه نماز فرض فجر را خواندند، بعد نماز خواندن جایز نیست تا وقت طلوع آفتاب. بعد از طلوع آفتاب که وقت نماز اشراق و وقت نماز در واقع اوابین یا نماز ضحی هست که اشکالی نداره. اما بعد از خواندن نماز فرض نماز صبح نماز خواندن جایز نیست تا طلوع آفتاب و بعد از نماز عصر نماز خواندن جایز نیست تا وقت غروب آفتاب. در این 2 وقت خواندن نماز نفل بدون سبب جایز نیست. نفل بدون سبب جایز نیست، یعنی این که شما نماز صبح را خواندید، در مصلی خودتون یا در مسجد نشستید، الان شوق دارید که بلند بشوید و نماز بخوانید، چون این نمازی جایز نیست، یعنی نفل مطلق جایز نیست. بعد از نماز عصر الان علاقه دارید و شوق دارید که نماز بخوانید، خواندن نماز جایز نیست، منتها نمازی که ذات سبب باشد در این صورت جایزه. به طور مثال شما نماز عصر را خواندید، بعد از آن متوجه شدید که یک نمازی قضایی داشتید، الان بلند شدید نماز قضا رو بخوانید، یا بعد از نماز عصر شما وارد مسجد شدید، می توانید که نماز تحیت الوضو را، تحیت المسجد را بخوانید، یا بعد از نماز عصر یا بعد از نماز فجر فرض کنید شما رفتید وضو گرفتید، می توانید که نماز تحیت الوضو را بخوانید. نمازهایی که سبب دارد به خاطر یک سببی اون نمازها رو میخوانید، بعد از خواندن نماز فجر تا وقت طلوع آفتاب و بعد از عصر تا غروب آفتاب جایز هست که نماز را بخوانید. اما دقیقاً در هنگام این 3 وقتی که عرض کردم در روایت اول که در هنگام طلوع و در هنگام استوا و در هنگام غروب، رأی اکثر علما این است که هیچ گونه نمازی خواندن در این وقت جایز نیست، نه فرض و نه نفلی. انسان باید صبر بکند که این وقت بگذرد. غیر از این یک وقت دیگری هم هست که خواندن نماز سنت در واقع بدون سبب جایز نیست و آن بعد از اذان فجر هست تا وقت نماز فرض. بعد از اذان فجر
تا وقت خواندن نماز فرض فقط 2 رکعت نماز سنت قبلی فجر جایز هست، شما می توانید که بخوانید. غیر از این نفل مطلق جایز نیست. شما در مسجد نشستید تا قبل از اینکه امام مثلا نماز شروع بشود اجازه ندارید که بلند بشوید نماز نفل بخوانید، به استثنای 2 رکعت نماز سنت قبل از فجر یا نماز تحیت المسجد. فرض کنید شما نماز سنت رو در منزل خوانده باشید، الان میروید به طرف مسجد، وارد مسجد شدید، جایز هست که نماز تحیت المسجد را بخوانید، اشکالی وجود ندارد. اما سنت مطلق را خواندنش جایز نیست و مجموعاً اینها یعنی 8 وقت هستند که خواندن نماز در این اوقات مکروه است. جزاکم الله خیر. بنده بعدی تقریبا سوال خاصی از خود شما پرسیدن و گفتن که مذهب مولانا یا مذهب فقهی مولانا ابوالقدوس چی هستش؟ مذهب من مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست. هم در باب فقهیات و مسائل شرعی من متبع امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند و هم در باب اعتقادی، هم در عقیده امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف و امام محمد و امام ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه رو دارم و هم در مسائل فقهی مبنای کار من بر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. منتها در برخی از مواردی که یعنی با توجه به دلیل یک حکم شرعی که نقل شده باشد در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، اگر من به یک نتیجه رسیده باشم که در فلان مسئله به طور مثال مذهب امام شافعی رحمت الله علیه ارجحیت و اولویت دارد، بر مبنای حدیث من عمل می کنم، زیرا که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به ما این توصیه رو فرمودند که هرگاه حدیثی صحتش برای شما ثابت شد این مذهب من هست، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، هرگاه که حدیثی ثابت شد که صحیح است این مذهب من هست. و این اولاتر هست که ما در واقع در چنین موارد آن قولی را که دلیلش قوی تر هست باید بر آن عمل بکنیم و این هیچ گونه تضادی با مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ندارد. اما در فتوا دادن اون گونه که بینندگان ما بخشیشون از مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستن و برخی دیگر عموما شافعی مذهب هستن، ما سعی میکنیم که در فتوا بیشتر تکیه‌مون بر احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه و اگر در مورد اختلاف دیدگاه وجود داشته باشد در میان فقهای احناف یا فقهای شوافع، این رو ذکر میکنیم که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حکم مسئله این گونه هست و در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه حکم مسئله این گونه هست، زیرا که با توجه به این که شنوندگان ما از مذاهب مختلف هستند ما نمیتونیم که صرفاً بر مبنای قول یک مذهب حنفی یا مذهب شافعی یا مذهب مالکی فتوا بدیم و بقیه مذاهب را نادیده بگیریم. به خاطر این است که جمع میکنیم در میان این مذاهب و احیانا برای بینندگانی که بیشتر علاقه دارند که بر احادیث صحیح عمل بکنند، من معمولا در هر حکمی و هر فتوایی که خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم دلیل اون حکم را از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنم و حتی سبب ترجیح را، چرا و به چه دلیلی من معتقد به این فتوا و به این حکم هستم، اینم عرض میکنم که به خاطر فلان حدیث صحیح از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما بر مبنای اصول مذهب من حنفی مذهب هستم و با مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه من تحصیلات دینی و شرعی خودم را آغاز کردم و کتاب‌های مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رو من خواندم، هم در شرع و هم در عقیده پیرو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستم و در مواردی که قولی من به این نتیجه برسم که در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه ارجح هست یا دلیلش قوی تر هست یا در مذهب امام احمد رحمت الله علیه، این مسئله را هم برای بینندگان عزیز همیشه بیان کردم و بیان خواهم کرد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده در مورد یعنی سوالی پرسیدن در مورد صید دریایی و غذای دریایی گفتن که آیا هر چیزی که در بحر است حلال است یا نه؟ اساساً الله متعال هر چیزی رو که در دریا هست به صورت یک حکم کلی اینو حلال قرار دادن. الله متعال میفرماد احل لکم صید البحر، که صید بحر و شکار دریا برای شما حلال هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در مورد دریا فرمودند که هو الطهور ماؤه الحل میتته، آب دریا پاک هست و مرده اش حلال هست. حتی یعنی ماهی ها و حیوانات دریایی که خود مرده هستند این هم در واقع حلال هست و
جمهور علما و قول راجح همین است که هیچ گونه ممنوعیتی و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. تمام در واقع حیوانات دریایی که قابل خوردن هستند از نظر شرعی حلال هستند، اشکالی وجود نداره، مگر مواردی را که از نظر فطری جزء مستقدرات هستند، یعنی طبع انسان خوردن اونها را قبول نمی کند، جزء حشرات باشند یا جزء مواردی هست که طبیعت انسان آنها را نمیپذیرد. این یک حکم جداگانه هست، مانند خوردن به طور مثال تمساح یا قورباغه یا مواردی از این قبیل که اینها حرام هستند، زیرا که طبیعت بشری اینها را قبول نمی کند. اما بنابر عمومیتی که در روایت اومده، هو الطهور ماؤه الحل میتته، و آیه که الله متعال میفرماد احل لکم صید البحر، عموم حیوانات دریایی حلال هستند. درست. تشکر میکنم از شما. بیننده پرسیدن که امسال به سفر حج رفتن و بعد از آمدن از حج تا اینکه نمازها رو با این احساس که دارد در حرم با جماعت نماز را ادا میکند میگه دلش آرام نمیگیرد. آیا این جماعتی که به حرم دارد اقتدا میکند، به امام حرم دارد اقتدا میکند و در خونه است، آیا درست است این نمازشان؟ نماز در حرم یک فضیلتی هست که الله متعال به هر کسی بخواهد این توفیق را عنایت میکند و این فضیلت را به اون خواهد داد که یک نمازی چندین برابر ثواب بیشتری رو دارد، 100,000 یا 1000 برابر ثواب بیشتری رو دارد در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم و 100,000 در حرم مکه و 500 ثواب در مسجد اقصی. این فضیلتی هست که الله متعال برای کسانی قرار داده که موفق می شوند که در این اماکن در واقع نماز بخوانند و دیگرانی که در جاهای دیگر نماز میخوانند از نظر شرعی نمازی که با جماعت میخوانند قطعا اولاتر و بالاتر هست. قبلا و بارها عرض کردیم که 25 درجه یا 27 درجه ثواب بیشتری رو دارد. انسان باید سعی بکند که همیشه نماز را با جماعت بخواند و اقتدا کردن به تلویزیون از نظر شرعی کار درستی نیست، یعنی نماز جایز نیست. یعنی در نماز فرض وقتی کسی پشت سر تلویزیون اقتدا بکند به نماز حرم، این از نظر شرعی چون چیزی جایز نیست، زیرا که اوقات متفاوت هستند. شاید وقتی که در حرم مکه وقت نماز ظهر خوانده می شود، وقت شما شاید وقت نماز عصر باشد، یا برعکسش اونجا در حرم مکه نماز ظهر را می خوانند اما هنوز در وقت منطقه شما وقت نماز ظهر هنوز اصلا شروع نشده باشد. بالفرض این که افق یکی باشد، وقت شرعی هم یکی باشد، باز هم اقتدا کردن به تلویزیون مکه یا هر جای دیگر از نظر شرعی درست نیست. و یکی از شرایط اقتدا این است که باید صفها چسبیده باشند، یعنی از امامی که شما اقتدا میکنید با در میان شما و در میان امامتون جای خالی وجود نداشته باشه، چه برسد به اینکه این فاصله صدها و هزاران کیلومتر باشه که در این صورت به هیچ عنوان در واقع اقتدا درست نیست. اما این که شما علاقه دارید و این میخواید همیشه در حس و حال باشید، همین که شما صدای حرم را بشنوید، صدای قرآن را از اونجا بشنوید، همین که تماشا بکنید، لذت ببرید از شنیدن صدای قرآن و تلاوتی که در حرم می شود و آرزو بکنید که و دعا بکنید که الله متعال شما را موفق بکند که در حرم مکه یا مدینه نماز بخوانید، خودش این یک نوع فضیلتی هست و انشاءالله که الله متعال همه مسلمانان را این توفیق را عنایت بفرماید که حج و عمره را انجام بدهند و ایامی را در حرم مکه و حرم مدنی انشاءالله نماز بگذارند. انشاءالله. جزاکم الله خیر. بیانده بعدی پرسیدن اگر بد اخلاقی و بد رفتاری شوهر باعث شود که زن ترک خانه کند، این کار چه حکمی دارد؟ از نظر شرعی زن و شوهر باید یعنی اخلاق یکدیگر را تحمل بکنند و حقوق متقابلی رو که دارند باید مراعات بکنند. همان اندازه‌ای که شوهر بر زن حق دارد به همان اندازه زن بر شوهر خودش حق دارد و باید این حقوق متقابل رو حتما باید مراعات بکنند و اگر واقع بین باشند قطعا می توانند که این اختلافات رو به صورت جدی حل بکنند، خودشون این اختلاف رو حل بکنند. این اختلافی که در سلیقه دارند یا در اخلاق دارند، اگر خودشون نتونستند یک مرحله بالاتر و دو خانواده رو بیارند و شریک این موضوع قرار بدن، با اونها مسائل خودشون رو مطرح بکنند تا اینکه مشکلشون حل بشود. اما اینکه انسان زندگی رو ترک بکنه، شوهر از خونه برود بیرون به خاطر اینکه خانمش یک چیزی گفته، یا خانم از خونه بیرون برود به خاطر اینکه شوهر یک چیزی رو گفته، این عمل مناسبی نیست. جزاکم الله خیر. بعدی گفتن که پول مسجد پیششان بوده و
گفتن گیر بودن، از آن پول برداشت کردن و خرجش کردن، حکمش چیست؟ اساسا در مواردی که یعنی پولی رو که جزء مسائل اوقاف هست، یعنی اینو مشخص کردن برای اینکه این پول مال مسجد هست، از نظر شرعی دخل و تصرف در آن و استفادهش برای امور شخصی جایز نیست و این عمل یک عمل گناه و ناجایزی هست. اما صرفا همین که شما توبه بکنید، یعنی مغفرت و معافی بطلبید از الله متعال، این کفایت میکند و گناه دیگر برگردن شما نیست. اصل مال را و اون مبلغی را که شما مصرف کردید برای مصارف شخصی، آن را دوباره به حساب مسجد یا برای مسجد بازگردانید و از این کاری که انجام دادید استغفار بکنید. جزاکم الله خیر. سوره هایی که سجده دارند، آن سوره ها را در نماز چجوری باید بخوانند؟ خواندن قرآن از هر کجای قرآن باشه در نماز جایز هست بلا استثناء. تمام قرآن از سوره حمد گرفته تا سوره ناس در هر جایی از و در هر نمازی که بخواهید می توانید که سوره ها را بخوانید، ولو اینکه آیات سجده باشند. خواندنشون در حالت نماز هیچ گونه اشکال و ممنوعیت شرعی ندارد و اولاتر و بهترین است و به محض این که سنت هست که وقتی که شما آیه سجده را شنیدید سجده بکنید. همان کسی که آیه را تلاوت کرده و همان کسی که آیه را در واقع شنیده. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در جمع ما آیات سجده را به صورت کلی قرآن تلاوت می‌فرمودند و به آیات سجده که می‌رسیدند سجده می‌کردند و همه ما سجده می‌کردیم به اندازه که حتی ما جایی برای سجده کردن پیدا نمی‌کردیم. یعنی از بس که یعنی نزدیک هم و جمع نشسته بودند جایی نبود که سجده بکنند. پس بنابراین سجده کردن ثابت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم و ایشون حتی در روز جمعه سوره سجده را می‌خوندند در نماز فجر و ثابت هست از هر کجای قرآن کریم، حتی سوره هایی که در آن سجده هست می توانید که در نماز بخوانید. و در هنگام اینکه بر آیه سجده رسیدید، به جای وقتی که دقیقاً آیه سجده را در نماز تلاوت کردید، از نظر شرعی اولاتر و بهترین است که در همانجا بروید به سجده. یعنی هر جایی که آیه سجده را خواندید هم امام باید به سجده برود و هم مقتدی، و اگر کسی تنهایی نماز میخواند و منفرد هست، هر جایی که آیه سجده را خواند سجده تلاوت را در همانجا باید انجام بدهد. اگر این رو تأخیر کرد باز هم گناهی ندارد. اگر کسی تأخیر کرد، خصوصا وقتی که کسی امام هست و مقتدی ها فرضاً نمیدونند که وقت سجده هست، امکان داره که در نمازشون خللی واقع بشه تا زمانی که همه متوجه بشن که این سجده تلاوت بوده به رکوع بروند و نتوانند که این خللی بالفرض در نماز به وجود میاد، اشکالی ندارند. در چنین صورتی میتوانند که این سجده تلاوت را ترک بکنند. منتها در موردی که بیشتر بینندگان سوال میکنن این است که بالفرض اگر شما در نماز یک آیه سجده ای را خوندید که در آخر نماز بود، یعنی در آخر نماز خودتون قبل از رکوع یک آیه سجده ای را خواندید و الان وقت رفتن به رکوع هست، آیا به سجده بروید یا اینکه به رکوع بروید؟ حکمش این است که به سجده بروید. اگر آخرین آیه‌ای که شما در یک رکعت تلاوت کردید آیه سجده بود، به سجده بروید و سجده بکنید. بعد از سجده بلند بشوید و دوباره در حالت قیام. اگر خواستید ادامه بدهید، اگر خواستید دوباره تلاوت را ادامه بدهید، چند آیه دیگر بخوانید، بعد از آن به رکوع بروید. و اگر نخواستید همین هم جایز هست، همین که از سجده بلند شدید، از سجده تلاوت بلند شدید، راست ایستادید، دوباره تکبیر بگویید و به رکوع بروید بدون اینکه هیچ آیه دیگری را بخوانید. هر دو این صورت‌ها از نظر شرعی جایز هستند و اشکالی ندارند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که رفتن به مراسم عروسی که در آن زن و مرد با هم قاطی هستند، دست همدیگر رو میگیرند و با هم میرقصند، این چه حکمی؟ شرکت کردن در مراسمی که تداعی گناه هست و انسان زنهایی رو که عموماً با آرایش میروند مجبور میشد که به اونها دست بدهد، یا در محفلی هست که زن و مرد در واقع با همدیگر اختلاط دارند، در آمیخته هستند و بحث محرم و نامحرم مراعات نمی شود، چه بسا که باید دست بدهد، یا فراتر از این که در جاهایی که زن و مرد با همدیگر اختلاط دارند و با همدیگر میرقصند یا موارد دیگری از منهیات شرعی وجود دارند، برای فرد مسلمان جایز نیست که در چنین مواردی شرکت بکند. رفتن به عروسی که در آن معصیت الله متعال انجام میگیرد، شراب هست یا موسیقی هست یا زن و مرد با همدیگر بحث محرم و نامحرم رو مراعات نمی کنند یا با همدیگر میرقصند، از نظر شرعی درست نیست که انسان خودش را در معرض گناه و معصیت قرار بدهد.
جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از شما با توضیحات فرمودین و وقت برنامه هم تمام شد. خداوند انشالله به همه ما توفیق عمل نصیب بکند و ما از کسانی قرار میدهد که کلام حق و حرف حق را میشنوند و از آن پیروی میکنند. در اینجا به پایان برنامه رسیدیم و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤال